شروین حاجی‌پور خواننده مازندرانی که متولد 10 فروردین 76 هست، لیسانس رشته اقتصاد از دانشگاه مازندران داره و از دبیرستان وارد دنیای موسیقی شد. توی برنامه عصر جدید به شهرت رسید و اکثر ماها شروین رو با آهنگ برای بار اول شناختیم. شروین سال گذشته موفق شد جایزه گرمی که معتبرترین جایزه موسیقی جهانه به دست بیاره. شروین وقتی که 22 ساله بود، یعنی در سال 98، در برنامه استعدادیابی عصر جدید شرکت کرد. اجرای متفاوت او بسیار مورد توجه قرار گرفت و تونست به مراحل بالا در این برنامه بره. شروین حاجی‌پور هنوز ازدواج نکرده و مجرده، اما خودش میگه توی ترم اول دانشگاه وارد یه رابطه عاشقونه شد، اما به سرانجام نرسیده و آهنگ شاید بهش که توی برنامه عصر جدید هم اجرا کرد برگرفته از این رابطه هست. اوج شهرت ایشون رو میتونیم با آهنگ برای که سال گذشته بعد از اعتراضات مردمی در مرگ مهسا امینی اجرا شد بدونیم. در 7 مهر ماه 401 خبری منتشر شد که شروین حاجی‌پور به جهت تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب‌ها دستگیر شد. در نهایت شروین تونست با وثیقه در روز 12 مهر ماه 1401 آزاد بشه. توی 1 سال اخیر گفته میشه شروین بارها مورد بازخواست دستگاه امنیتی قرار گرفته، با اینکه هیچ آهنگی هم منتشر نکرده و نشون دهنده اینه که فشار زیادی روی این خواننده وجود داره. شروین حاجی‌پور چند روز قبل یه استوری و پست نگران کننده ای رو توی اینستاگرام منتشر کرد که خیلی ها شک کردن قصد پایان دادن به زندگیش رو داره. شروین نوشت هنر مبدأ و مقصدی داره. مبدأ آثار من قلبم و مقصدش قلب شماست. نزدیک به 1 ساله که هر چی نوشتم تو قلبم گیر کرده. تمام تلاشمون رو کردیم و میکنیم که هرچه زودتر راهی به قلبتون پیدا کنیم. اگر تا به حال نشد شرمنده‌ام، ولی خیلی زود برمیگردم. قول قول. و توی پست بعدی ادامه داد عمیقاً احساس میکنم کارم توی این دنیا تموم شده و خیلی ها این برداشت رو کردن که شروین دچار افسردگی شده و در فشار زیادی هست و تصمیم به خودکشی داره. به نظرتون تصمیم شروین جدی هست؟ یک دنیا سپاس بابت لایک و سابسکرایب کانال.